به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. خداوند دهان ما را به واسطه نقاب پوشانید، زیرا او از بدگویی، دروغگویی، تهمت و محکومیت ما خسته شد. او به طبیعت امکانیت داد که بدون ما نفس گیرد. خداوند ما را مجبور ترسانید و پنهان کرد، چون که ما الکی از ترس او دور گشته بودیم. او ما را مجبور کرد که دست خود را بشوییم و با دستان پاک به دهانمان نان رسانیم. درهای بازداشته در مسجدها، چون که بعضی از ما تا این دم به آنجا برای نمایش می رفتیم. ما فراموش کردیم که تنها او بزرگ است. امروز او هم ثروتمند و هم کم بضاعت، راهبر و کارگر را برابر کرد. کسانی که سواره و کسانی که پیاده می گشتند، حالا ما برابریم و همه در خانه نشستیم. او ما را مجبور در خانه ها محکم کرد و نشان داد که او کیست و ما کیستیم، در حالی که بعضی از ما الکی خود را استغفر الله خدا حساب می کردیم. او از هر یکی ما ناوابسته از دین، ملت نشان داد که فکر کنیم، به مانند آنی که در جمهوری خلقی خیتای در عرفه سال نو خود، در مسیحیان در عرفه پسخه و در مردم مسلمان در ماه شریف رمضان. ما از معاشرت انسانی دور شدیم و راضی بودیم که در شبکه‌های اجتماعی وقت بسیاری خود را گذرانیم و پس از وبا ما معاشرت زنده را قدر خواهیم کرد. ما حیوانها را کشتیم که جایگاه آنها در روی زمین است به مانند ما. حالا ما پوشیده ایم. حیوانها در آزادی اند و کسی به آنها دست نمی رساند. اکنون آنها آزادی دارند و ما بسته ایم. خداوند همه جنگ هایی را که در آن آدمان و کودکان کشته می شدند باز داشت و در تمام عالم جنگ نیست. و همین طور این ویروس نیست، این خشمی خداوند است. خداوند همه ما را ببخشد و نظرش را از ما دور نسازد.
آمین. ای خدا، این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. بر درخت کاشیان مرغ توست، شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. جمع و شمع خویش را برهم مزن، دشمنان را کور کن، شادان مکن. گرچه دزدان خصم روزی روشنند، آنچه می خواهد دلی ایشان مکن. کعبه اقبال این خلق است و بس، کعبه امید را ویران مکن. این طناب خیمه را برهم مزن، خیمه توست آخر ای سلطان مکن. نیست در عالم ز هجران تلخ تر، هرچی خواهی کن ولیکن آن مکن. ارباب یکی را کشت و زندانی شد. قاضی حکم برآورد که از او قصاص گرفته شود، یعنی کشته شود. غلام ارباب نقب از بیرون زندان تا به داخل آن کند و نیمه شب ارباب را فرار داد. اندکی از شهر بیرون شدند، غلام گفت: ارباب، تصور کن که اگر من نمی بودم الان تو را در زندان برای نوشتن وصیت نامه آماده می کردند. ارباب گفت: سپاسگزارم، جبران خواهم کرد. نزدیک طلوع آفتاب بود و غلام گفت: ارباب، تصور کن که اگر من نمی بودم حالا به خانواده‌ات ودا داشتی. ارباب گفت: سپاسگزارم، جبران میکنم. اندکی راه رفتند. همین که غلام میخواست چیزی بگوید، ارباب گفت: تو برای خود برو و من برگشت خود را تسلیم میکنم. من اگر اعدام شوم یک بار میمیرم، ولی اگر زنده مانم با منتی که تو خواهی کرد هر روز پیش چشم تو هزاران بار کشته و زنده خواهم شد. ارباب برگشت و تسلیم مرگ شد. روزی به مغازه برای خریدن چیزهای لازمه در آمدم. چشمم به فروشنده افتاد. آن با بچه تخمیناً 5-6 ساله صحبت داشت و می گفت: آخر بچه جان، مبلغی که تو در دست داری برای خریدن این خرسک نمی رسد. بعد از آن بچه به نزد من آمد و گفت: امک جان، از شما التماس مبلغی مرا حساب کنید، من همان خرسک را بخرم. فروشنده میگوید که برای خریدن این خرسک پول من کمی میکند. من تنگه های او را حساب کرده گفتم: در حقیقت پول تو کم است. از او پرسیدم: تو این خرسک را برای کی خریداری میکنی؟ امک جان، میدونید خواهرچه من همین خرسک را بسیار دوست میداشت. برای همین من خواستم در روز زادروزش به او تحفه کنم.
و این خرسک را با مادرم روان میکنم. دیروز خواهرم را مردهای زیادی دهه‌مان گرفته بردند. تا حال به خانه نآمده است. پدرم گفتند که مادرت هم امروز به نزد خواهرت می رود. من به پدرم گفتم که حالا مادرم رو به نزد خواهرم نبرید. من خرسک دوست داشته خواهرم رو می آورم، مادرم به خواهرم برند. و در چشمان این کودک اشک حلقه زد. من مادرم را دوست می دارم و نمی خواهم که او ما را ترک کند. لیکن پدرم می گویند که مادرت حتما باید برود که در آنجا خواهرت تنهاست. کودک به همان خرسک با چشمان گریان نگاه کرد. غمگین بودنش را احساس کردم و گفتم بچه جان بیا باز یک بار دیگر مبلغایت را حساب میکنیم، شاید برای خریدن خرسک برسد. کودک گفت بله عمک جان، من باوری دارم این مبلغی من میرسد. از دستش پولهایش را گرفته پنهانی از خودم همراه کردم و حساب کردیم که پول گویا میرسیده است. گفتم فروشنده پولهای تو را خطا حساب کرده است، پولی تو میرسد بچه جان. خرسک را خرسندانه به آغوش گرفت و گفت من شبی گذشته پیش از خواب رفتنم از خدا مبلغ خواسته بودم تا به خواهرچم این خرسک رو بخرم. انا ببینید عمک جان، خدا مرا شنویده است. 2 روز پیش یک زن را با دختری خردسالش ماشین زده بود. دخترچه در جای حادثه هلاک شد و مادر در حالت وزنین قرار داشت. فهمیدم این کودک فرزندی همان زن است و از گفته هایش احساس کردم که بیچاره مادرش هم وفات کرده است. اشک گلوگیرم کرد. از دستی کودک گرفته سوی خانه‌شان روان شدم. کودک از گرفتن خرسک دوست داشته خواهرش چنان شاد بود، چنان شادی میکرد. وقتی به خانه‌شان نزدیک شدیم الکی تابوت مادر بیچاره را از خانه می برآوردند. کودک سراسیمه‌وار گفت ایستید، من خرسک خواهرم را به مادرم می دهم، انا خریده آوردم. پدر پسرش را آغوش گرفت، مثل هیزومی تر بی صدا می سوخت. همسر و دختری جوان مرگش را از دست داده بود. پسری کلانیش در مهاجرت حالا این حادثه را نفهمیده بود. پدری پیرش با عصا تکیه کرده زار زار می گریست. هیچگاه این لحظه از خاطرم نمی رود. خدایا به غمداران صبر، به بیماران شفا، به جوانان آرزومند کامیابی، به رنج دیدگان فرح، به گرفتاران این مشکلات آسانی، به زندانیان آزادی، به کودکان شادمانی، به بزرگسالان دولت پیری، به مادران منتظر دیدار فرزند را نصیب گردان. فقیر به نزد تربوز فروش رفت و گفت یک تربوز از برای رضای خدا به من ده. فقیرم چیزی ندارم. سوداگر تربوزها را یک یک از نظر گذرانید و از میان یک تربوز خرد نظرناگی را به فقیر داد. فقیر نگاه به تربوز کرد چون دانست که هیچ امکان خوردنش نیست.
مقداری پولی که در جیب داشت به تربوز فروش داد و گفت به همین مقداری پول تربوز ده. تربوز فروش تربوزی خیلی خوبی را وزن کرد و به فقیر داد. فقیر هر دو تربوز را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا بندگانت را ببین، این تربوز خراب را به خاطر تو داده است و این تربوز خوب را به خاطر پول.